250 سال پیشتر از این در مدرسه میر عربی بخارا درس حدیث من کرده بودم. تدریس علم حدیث، فقط فقه میخوانم، فقه و نحو و لغت و حتی تفسیر هم درس نمیدادم، حتی تاریخ هم درس نمیدادم که مردم هوشیار نشود. علم حدیث این علمی که واقعا برای مردم تأثیری کلان دارد، چون که مباشرتا سخن پیغمبر وحی است. عباره های مختصر و عباره های مختصر های مذهبی میگن سخن یک عالم است. سخن یک عالم وقتی که میخوانید بر روح شما تاثیراتش کم است، لیکن سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، دیدم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را، شنیدم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را، آمدن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانه ما، این تأثیر عظیم دارد. اون وحی است. وحی از آسمان آمدگی هست و روح انسان که ماده دویومینی که انسان از دو چیز عبارت از ماده زمینی و ماده آسمانی، یعنی جسم و روح. روح انسان از آسمان آمدگی است و غذاش هم از آسمان است. وقتی که بنده ها سخن الله و سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم را میشنوند، روح آنها غذا میگیرند. روح آنها که غذا گرفت، آنها صاحب اعتقاد میشوند، صاحب دین میشوند و این دشمنای اسلام نمیخواستند. بنابراین به نامش مدرسه باقی ماند، لیکن تدریس علم حدیث را منع کرده بودند. بنابراین امروز که شما فرصت دارید به حدیث اهمیت دهید برادرای عزیز.